سلام دوستان، وقت همگی بخیر. به جلسه 20 خیلی خوش اومدید. تو این جلسه قراره بهتون بگم که چجوری از پس زمینه گرادینت داخل سایتتون استفاده کنید. بی معطلی بریم که شروع کنیم. خب ببینید دوستان، کلا این پس زمینه گرادینت رو میتونید داخل هر قسمتی از سایتتون استفاده کنید، بستگی به سلیقه خودتون داره. اینجا من میام یه کانتینر میندازم، ارتفاعش رو روی VH تنظیم میکنم تا تقریبا نصف صفحه رو بگیره، کافیه. حالا میام توی بخش استایل، اینجا توی نوع پس زمینه باکسی هست به اسم گرادیان، این رو کلیک میکنم. همونطور که میبینید اینجا الان دو تا رنگ واسه من هستش. زمانی که بیام اولی رو انتخاب کنم، مثلا روی آبی تنظیم میکنم، رنگ دوم به صورت پیشفرض حالا روی این صورتی یا قرمز خودش تنظیم شده از قبل. اینجا مثلا من میام اینو فول قرمز میکنم، به این شکل میشه استفاده کردش. حالا دو تا موقعیت داریم، این بخش هستن. موقعیت اول برای رنگ اوله و موقعیت دوم هم برای رنگ دومه. اگر من بیام اینا رو تغییر بدم، مثلا برای رنگ اول میبینید که به این شکل تغییر پیدا میکنه. الان روی یک خط افقی این رنگ ها به هم رسیدن، اینجا به این شکل. این هم برای رنگ دوم هستش. حالا میریم سراغ نوعش. کلا نوعش دو تا مقدار داره، یکیش خطیه، یکیش هم دایره‌ای. همونطور که گفتم رو حالت خطیه به صورت پیشفرض و به صورت این رنگ ها به صورت افقی به هم رسیدن. اگر من بیام روی دایره کلیک کنم، یه آپشن جدید اضافه میشه به اسم جایگاه که اینم خودش مقدارهای متفاوتی داره. الان همونطور که میبینید رنگ آبی وسط قرار داره. اگر مثلا من بیام الان بالا چپ رو بزنم، رنگ آبی موقعیتش تغییر پیدا میکنه و مثلا میره بالا چپ، به این شکله. حالا یه نکته‌ای هم بهتون بگم که خیلی چیز جالبی، اینو من بیام روی خطی بذارم. حالا این برای زیبایی بیشتر استفاده میشه، حالا میتونید استفاده کنید یا استفاده نکنید. ببینید اینجا اگر رنگا رو الان من بیام جابجا کنم، اینو روی قرمز بذارم و مثلا اینو روی آبی بذارم به این شکل، زمانی که هاور بشه به این شکل، چون اومدم تو قسمت هاور دیگه، زمانی که موس بره روی این باکس میبینید که به شکل زیبای رنگ ها تغییر پیدا میکنن. این هم یه نکته‌ای بود که گفتم حالا بهتره بهتون بگم که بدونید. خیلی خب، اینم از توضیحات این بخش. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو من همراهی کردید. تا جلسه آینده، خدا نگهدار.